توی ویدیو امروز میخوایم راجع به کالج های زبان و کالج های کنکور توی اسپانیا حسابی صحبت کنیم و تمام سوالات و ابهامات و مواردی رو که برای مهاجرت از طریق کالج های زبان و کالج های کنکور باید بدونید رو در اینجا باهاتون به اشتراک بذارم. اول اینکه بهتون بگم که گول تیتری که من زدم رو نخورید. به خاطر اینکه چی؟ به خاطر اینکه مهاجرت از طریق کالج های کنکور یکی از بهترین روش های مهاجرت و کم هزینه ترین روش های مهاجرت برای افرادی که بین سن 18 تا 23 الی 24 سال هستن می باشد. خب حالا میخوام بگم اصلا این کالج ها با هم دیگه چه فرقی دارن، حالا اصلا من چرا میگم 18 تا 23 سال، اصلا کنکور اسپانیا چجوریه و خیلی از سوالات دیگه. قبل از این میخوام که دکمه سابسکرایب رو بزنید و علامت زنگوله رو بزنید که هر موقع ویدیوهای جدید، محتواهای جدید میاد خبردار بشین و زمانی که دارین ویدیو رو نگاه میکنید هر جایی که احساس کردید از ویدیو استفاده کردین خوشحال میشم که جهت حمایت من دکمه لایک رو بزنید و هر سوالی هم که دارید زیر کامنت ها، زیر پست به صورت کامنت بذارید تا من پاسخگوی سوالتون باشم. و پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم چون خیلی از بچه ها میدونن که من از طریق پیج اینستاگرام هم میشناسن و خب خیلی ها هم که ممکنه از اینجا به ما جوین بشن. دیگه به هر حال یک برنامه زنده است و من اومدم باهاتون گپ و گفتگو کنم و چون ویدیو به صورت طولانی داره پخش میشه و من ویدیو رو به صورت طولانی دارم میگیرم، یعنی در زمان طولانی مدتی نسبت به اینستاگرام هست، خب به خاطر همین ممکن هستش که اشتباهاتی در گفته من صورت بگیره و من همینطور ویدیو رو ادامه میدم. خب پس یادتون نره که ویدیوهای اینجا رو حمایت کنید تا من بتونم که با انگیزه بیشتری برای شما ویدیوهای مفید بسازم که بتونید مهاجرت آگاهانه‌ای داشته باشید و به تمام سوالاتتون اینجا پاسخ داده بشه. اول اینکه میخوایم ببینیم که چرا ما میگیم که این روش مهاجرت برای افرادی هستش بین مثلا سن 18 سال تا 23 یا 24 سال مثلا نهایتا. ببینید شما از نظر اینکه بخواین در واقع پذیرش بگیرید هیچ مشکلی ندارید، یعنی شما مثلا با سن 40 سال هم میتونید از کالج ها اینجا پذیرش بگیرید. مسئله اینجا ویزا شدن شما توی سفارت هستش که در واقع این مقطع تحصیلی برای افرادی منطقی در نظر گرفته میشه توی سفارت که دلیل قانع کننده دارن که مثلا میخوان اینجا بیان کالج زبان بخونن و بعدش مثلا برن کنکور بدن یا اینکه کالج های سلکتیویداد بخونن بعدش برن کنکور بدن و سنشون واقعا سنی هستش که خب یک آینده پیش روی رو برای خودشون ترسیم کردن که مثلا یه سال کالج برن، 4 سال هم مثلا فلان رشته یا 5 سال هم فلان رشته رو بخونن، بعد مثلا توی سن 25 سالگی وارد بازار کار این رشته بشن. ولی خب یه فردی که مثلا 30 سالش هستش نمیتونه هم این گپ 18 سالگیشو تا مثلا 28 سالگی یا 30 سالگیشو اینجا بپوشونه که حالا مثلا من تا الان داشتم چی کار میکردم، حالا الان اگه شدم 28 ساله یا 30 ساله خب چرا اصلا برای دکترا اقدام نمی کنم، چرا برای ارشد اقدام نمی کنم، اصلا به چه دلیل کالج رو انتخاب کردم، چرا میخوام از طریق کالج اقدام بکنم. و معمولا هر چی که سن شما از 23 یا 24 سال به بالا میره این روش مهاجرتی برای شما بسیار پر ریسک میشه چون شما نمیتونید سفارت رو قانع کنین به چه دلیل قرار هست مثلا توی سن 30 سالگی بیاین کالج بخونین، 1 سال 4 سال دانشگاه برین، بعد 35 سالگی یه رشته رو بگیرین و تازه بخواید وارد بازار کار بشین و هیچ دلیل قانع کننده برای سفارت باقی نمیمونه. پس به این دلیل هستش که من بارها تکرار کردم که از نکات بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشین برای پذیرش توی این مقطع و اپلای توی این مقطع و ویزا شدن سن پایین شماست. یعنی یک فرد 18 ساله خیلی دلایل قانع کننده تری توی سفارت داره تا نسبت به یک فرد حتی مثلا 23 ساله، چون من تازه درسمو تموم کردم و خب مثلا هدفم این رشته هستش و میخوام برم این رشته رو بخونم مثلا و میتونه بهتر قانع کنه در واقع سفارت رو. و هرچی این سن بالاتر میره این ریسک بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. خب حالا میخوام
بهتون بگم که اصلا فرق کالج های در واقع سلکتیویداد و کالج های زبان چی هستش، اگر میخواین اپلای کنین چی رو مد نظر قرار بدین. چون این روزها افراد زیادی هستش که شاید شنیدین یا دیدین یا دوستاتون یا فامیلاتون دارن مهاجرت میکنن، یه سری میگن ما اپلای کردیم برای کالج زبان، یه سری میگن ما اپلای کردیم برای کالج هایی که بیایم اینجا کنکور بدیم. ببینید بچه‌ها، کالج های کنکور کالج هایی هستن، ما اصلا یه نکته قبلش بهتون بگم، ما اینجا کالجی نداریم به عنوان مثلا کالج پزشکی. چون من خیلی از بچه‌ها دیدم به من دایرکت میدن، میگن من میخوام بیام کالج پزشکی، میخوام بیام کالج داروسازی، میخوام بیام برم کالج مهندسی. اینو بهتون بگم، اول روشنتون کنم، ما اینجا کالجی به عنوان رشته خاصی نداریم. ما یه سری کالج های کنکور داریم که هر کسی برای هر رشته‌ای که میخواد وارد دانشگاه بشه باید بره همون کالج ها. حالا توی کالج میان بر اساس رشته‌ای که قرار هست شما وارد دانشگاه بشید، درس های اختصاصی رو به شما، حالا درس های عمومی رو به شما درس میدن، چون همون ابتدا مشخصه مثلا شما واسه چه رشته‌ای قرار هستش که اپلای کنین. حالا من بهتون بعد میگم که حتی در مورد کنکور اینا هم یه توضیحات خواهم داد در ادامه ویدیو. پس می‌خواستم این نکته مهم رو بهتون بگم. دیگه نرین بگین که آقا من میخوام برم کالج پزشکی. نه، شما میری کالجی که مثلا حتی کسی که میخواد بره رشته مهندسی مثلا آیتی، همتون تو همون کالجی، ولی درسایی که با هم دیگه میخونید، درس رشته‌ای که میخواین بعد از دوره کالج وارد دانشگاه بشین با هم دیگه متفاوته. اون درسای تخصصیتون، بعضیا مثلا 4 تا درس میگذرونن، بعضیا 6 تا درس میگذرونن، بستگی به کنکور داره. چون اینجا کنکور شما که میخواین کنکور اسپانیا رو بدین، بین 4 تا 6 تا درس تخصصی و اختصاصی داریم، بسته به استانی که مثلا یکی میخواد بره سمت شمال اسپانیا، یکی میخواد تو استان کاتالونیا باشه، یکی میخواد تو استان مادرید باشه، به عنوان کمونیداد در واقع اینها رو میشناسن. پس اون درس ها با هم دیگه توی همون کالج فرق میکنه. این نکته اول. بچه‌ها ببینید تفاوت مهمی که کالج ها با هم دارن. کالج های زبان شما فقط میای زبان یاد میگیری و هیچ خبری از این درس های تخصصی کنکور و اینها نیست. تمام. فقط زبان یاد میگیری. حالا مثلا معمولا همینطوری هستن، کورس اینتنسیو 20 تا 25 ساعته در هفته هستن که شما میای اینجا مثلا تا سطح نمیدونم مثلا A2 B1 و B2 مدرک زبان میگیرید. دقت کنید اگر میخواین اپلای بکنید باید کالج های زبانتون زیر نظر سروانتس باشن، یعنی مورد تایید سروانتس باشن تا شما بتونید ویزا بشید. اگر که زیر نظر سروانتس نباشن شما در زمان ویزا گرفتن به مشکل میخورید و ریجکت میشید. و خب یه مقدار هم شاید قانع کردن سفارت هم سخت باشه، چرا کالج زبان اومدی، چرا نرفتی کالج سلکتیو اگه هدفت کنکوره. برای این هم بعد یه SOP و انگیزه‌نامه قوی داشته باشید که نشون بدید که چرا نرفتید کالج زبان، کالج سلکتیو اگر قرار هستش کنکور بدید مثلا. اما در مورد کالج های سلکتیویداد بهتون میگم، کالج های سلکتیویداد علاوه بر این که شما در واقع زبان میخونید، یه دوره زبان میخونید، درس های کنکور رو هم، درس های تخصصی کنکور رو هم بهتون درس میدن. این میشه در واقع تفاوت کالج زبان و کالج سلکتیویداد. چون کالج زبان فقط زبان هست، اما کالج سلکتیویداد هم دروس کنکور هست و هم در کنارش میان چیکار میکنین؟ زبان یاد میگیرید. پس این میشه در واقع بحث تفاوتشون. بحث محدودیت سنی هم که خدمتتون گفتم که در واقع چه محدودیت سنی ما اینجا داریم. حالا شما ترم هایی که میتونید برای این کالج ها اپلای کنید چجوریه؟ ببینید بچه‌ها، کالج های زبان معمولا وقتی که توی سایتشون میرید، حالا هر هفته یا هر هفتگی یا هر 2 هفته‌ای بستگی داره، حالا برنامه هاشون شاید کمی با هم دیگه متفاوت بشن، ولی معمولا اینطوری حالا هر هفته یا هر 2 هفته یا اصلا هر ماه کورس فعال دارن و شما میتونید اپلای بکنید و خیلی محدودیتی براش وجود نداره که چه موقعی از سال اپلای کنید. اگر قرار هستش که کالج های سلکتیویداد بیاین، شما 2 بازه در سال میتونید اقدام کنید. یکی میشه در واقع برای ژانویه که حدوداً میشه نیمه دوم ژانویه معمولا کورس شروع میشه، و یکی هم میشه برای ترم سپتامبر. حالا تفاوت این دوتا چیه با هم دیگه؟ ژانویه معمولا دوره کوتاه‌تریه، یعنی یه دوره فشرده تریه، اما سپتامبر یه دوره طولانی مدت تریه. یعنی در واقع شما ژانویه حدوداً مثلا 6 ماه میایم این کالج، ولی سپتامبر دوره 9 ماهه دارید. یعنی در واقع درساتون فشرده تر میشه و مجبورید حالا توی بازه فشرده تری زبانو و
به قول معروف اون درس‌های کنکور رو یاد بگیرید و معمولا هم بعد یک بیس زبانی مثلا از قبل داشته باشید و یا حتی توی سفارت مثلا ثابت کنید که یا حالا من یه مدرک زبان اسپانیایی دارم یا مثلا 1 سال 2 سال دارم کلاس میرم و در واقع توانایی زبان اسپانیاییتون هم اونجا توی سفارت به رخ بکشید که متوجه بشن اوکی شما 0 هم نیستید و این دلیل قانع کننده ای میتونه باشه که این کورس رو انتخاب کردید. حالا این یه آپشنه ها، بودن افرادی که همین کورس 6 ماه رو اقدام کردن و مثلا مدرک زبانی هم نداشتن و حتی ازشون هم مصاحبه نشده یا سوالات به فارسی پرسیده شده. خیلی مصاحبه خیلی متفاوته، ممکن اصلا با یکی مصاحبه کنن با یکی مصاحبه نکنن، فقط مدارکش رو تحویل بگیرن و این کیس به کیس مختلفه و واقعا نمیشه یک مورد ثابتی رو برای همه در نظر گرفتش. اینا موارد احتمالی هستش که ما در نظر میگیریم. و اما در مورد خود کنکور اسپانیا، کنکور اسپانیا 2 بار در سال برگزار میشه، یکی اواخر می و یکی اواخر سپتامبر هستش برگزار میشه و یکیش حالت ظرفیت در واقع تکمیلی داره. حالا میخوام اینو بهتون بگم اصلا این کنکور چجوریه بچه‌ها. ببینید شما وقتی که از ایران دارین میاین و میخواین برین توی پروسه اصلا ویزا شدن، ریزنمرات 3 ساله تحصیلیتون و مدرک دیپلمتون رو ترجمه میکنید، مورد تایید سفارت میکنید و میاریدش اسپانیا. در بازه زمانی که دارید کالج میخونید، یعنی اینها رو برای کالج شما نیاز ندارید اصلا. خب اینها رو برای کی نیاز دارید؟ برای ورود به دانشگاهتون نیاز دارید. وقتی که میخواید برید دانشگاه، اینجا شما میان چیکار میکنن؟ توی این 1 سال اومولوگاسیون میکنن مدارکتون. اومولوگاسیون یعنی چی؟ یعنی در واقع یک دیپلم شما، دیپلم ایرانی شما تبدیل میشه به یک دیپلم اسپانیایی. خب یعنی در واقع میاد بهش یه ضریب میخوره، محاسبه میشه، از 10 نمره به شما یه نمره میدن. حالا مثلا معدلتون اگه 20 بوده، مثال دارم میزنم چون خیلی ثابت نیستش، مثلا یه ممکنه یه کمی با هم دیگه فرق کنه، مثلا بچه‌ها یکی مثلا 19 و 80 بوده مثلا نمرهش رو بگیره 9، یکی بگیره، مثال میزنم، یکی بگیره 9 و نیم. ولی میخوام بهتون بگم که این نمره ریزنمرات دیپلمتون که ترجمه میکنید، ریزنمرات 3 ساله آخر و معدل در واقع مدرک دیپلمتون که شما ترجمه میکنید، اینو با خودتون میارید اینجا و میره اینجا اومولوگاسیون میشه و تطبیق میخوره با سیستم آموزشی اینجا و در واقع شما میان انگار یه دیپلم اسپانیایی میگیرید. خب تو این بازه زمانی 1 سال کالجتون و بعد تا اینجا 10 نمره کنکورتون رو میتونید تا اینجا کسب کنید بر اساس معدل و نمراتی که توی ایران داشتید. بقیهش میشه دیگه که در واقع اون 4 نمره بعدیش اینجا میشه چی؟ رقابت شما توی کنکور، بر فرض اینکه یه نفر مثلا 10 کامل رو بگیره ها، وگرنه اگه 10 کامل نگیره مثلا 9 بگیره، خب بقیهش مثلا انگار 5 نمره میشه و همینجور دیگه خودتون محاسبه کنید. بعد پس این در واقع اینجا میشه اومولوگاسیون کردن و این نمره دیپلم، تأثیر نمره دیپلم شما و ریزنمرات 3 ساله آخرتون. یه مورد دیگه که میخوام اینجا بهتون بگم، چیزی که اینجا خیلی مهمه و اهمیت داره توی ویزا شدن شما توی این مقطع، خب یکی سنتونه که اولم اشاره کردم. هر چی که سن کمتری داشته باشید، 18 سال، 19 سال، 20 سال، اینا این دلیل قانع کننده ای رو برای افراد ایجاد میکنه که اوکی، یعنی برای سفارت ایجاد میکنه که اوکی این طرف داره میره ویزا بشه و همه چی اوکیه و مشکلی هم نداره. و یکم تمکن مالیتون کلا برای پروسه ویزا شدن توی سفارت اسپانیا توی ایران، تمکن مالیتون خیلی مهم هست که تمکن و گردش 6 ماهه قوی، مثلا چیزی حدود 15,000 تا حالا الان حتی تا 20,000 هم به نظر من میتونید بذارید. یعنی تمکنتون رو قوی کنید، سعی کنید این پولها رو خیلی کم کوچولو به حسابتون اضافه کنید، یهو پول زیادی رو وارد حسابتون نکنید. این موضوع خیلی موضوع مهمیه، چون که سفارت میگه که اوکی خب شما قرض گرفتید و گذاشتین تو حسابتون، بعدش هم از حسابتون میکشید بیرون و تمام شده رفت. پس بحث در واقع سن و تمکن و حالا بقیه موارد هم که حالا مثل SOP، انگیزه نامه و خب خیلی چیزا تاثیر میذاره، ولی این دوتا خیلی مهمه، یکی سنتون و یکی هم تمکن مالی خوبی که بعد ارائه بدین. و حالا انگیزه نامه هم که میتونید بنویسین، هر چی که سنتون میره بالاتر، این انگیزه نامه هی باید قوی تر، منظورم میگم بالاتر تا همون 23-4 سال بعد هی قوی و قوی تر بشه.
یه نکته دیگه که الان یادم اومد بهتون بگم، شما زمانی که کنکور میدین خب بر اساس نمره کنکورتون و اون نمره هومولوگاسیونتون وارد دانشگاه میشین. هر سال معمولا یه سری دانشگاه‌ها یه سری رشته‌هاشون رو هم بدون کنکور میذارن، حالا بسته به دانشگاه و بسته به رشته داره. مثلا معمولا دندون پزشکی و پزشکی اینا نمیذارن، ولی مثلا یه سری رشته‌های دیگه رو ممکن هستش که اعلام کنن شما بر اساس اون نمره هومولوگاسیونی که کسب کردین، یعنی معدل دیپلمتون توی ایران، و حالا بعضیشون بعضی وقتا مثلا شرط سنی میذارن، اگر مثلا تا متولد سال 1000 و مثلا 2000 مثلا فلان هستید، میتونید نمره هومولوگاسیونتون این شده، میتونید بیاین این رشته رو بدون کنکور انتخاب کنید و وارد دانشگاه بشید. این مسئله هم مسئله مهمی بودش که میخواستم بهتون بگم. و مورد بعدی آزمون اوندم که بهتون گفتم اواخر می و سپتامبر برگزار میشه. در مورد درس ها هم که بهتون گفتم معمولا بین 4 تا 6 تا درس تخصصی بستگی به استان یا همون کمونیدادتون شما دارید. و اینکه این درس‌های تخصصیتون چجوری امتحان گرفته میشه، معمولا هر کدومشون توی یک روز مثلا چند روز پشت سر هم میرین امتحان میدین، یا بعضی وقتا اینطوری ازش مثلا 2 تا درس تخصصیتون رو توی یک روز تو ساعت‌های مختلف، حالا باز اونم بستگی به اون استانتون و شهرتون و اینها میتونه متفاوت باشه. بعد موضوع بعدی دیگه در مورد بعضی از رشته هم گفتم که بعضی از رشته ها کنکور ندارن و حالا اون دانشگاهتون دانشگاه اعلام میکنه که مثلا این رشته امسال با این شرایط کنکور نداره و با نمره هومولوگاسیونتون مثلا این شرایط سنی میتونید برای این رشته اپلای کنید و برید تا حالا بعداً بهتون جواب بدن. بعد یه سری از بچه‌ها در مورد دانشگاه خصوصی از من سوال میپرسن که ما اگر نخوایم مثلا کنکور بدیم بیایم بریم دانشگاه‌های خصوصی، مثلا دندون پزشکی بخونیم توی دانشگاه خصوصی، شرایط اونا چی هستش؟ اولا بهتون بگم که من اسم این دانشگاه خصوصی که به زبان انگلیسی مثلا رشته حالا مثلا پزشکی یا دندون پزشکی ارائه میدن رو من براتون توی کپشن مینویسم. میتونید برید وارد سایت دانشگاه ها بشید و شرایط تمام کورساشون رو به صورت کامل براتون گذاشتن، زمان شروع شدنشون و بعد زبان کورس در واقع اون دانشگاهی رو، بعضی کلا انگلیسی ان، بعضی یه سری انگلیسی اسپانیایی ان، بعد و حالا اینجوری. من اینو تو کپشن براتون میذارم. فقط یه نکته که باید بهتون بگم، اینها درسته که بعضیاشون اینجوری ان، حالا میگم توی سایتاشون برین چک کنین میبینید، بعضیشون اینجوری هستن که میگن ما نمره کنکور رو از شما میخوایم که در واقع همین آزمون اوند رو داده باشین، کنکور اسپانیا رو داده باشین. اونایی هم که نمیخوان معمولا خودشون یه آزمون ورودی دارن و یه آزمون ورودی از شما میگیرن، مثلا یا یه امتحان زبان مثلا حالا انگلیسی، مثلا میگن تو وارد سایت ما بشین این امتحان زبان رو بدید یا این امتحان زبان اسپانیاییتون رو بدین، که یعنی یه سری امتحان‌های داخلی خودشون برگزار میکنن و بعد شما میتونید براشون اپلای بکنید. و در مورد شهریاشون بگم بچه‌ها، ببینید اسپانیا خب شما وقتی که برای همین یه مقصد خیلی مناسب شده برای بچه‌ای که از طریق کالج میان و سن پایین دارن میخوان وارد دانشگاه بشن، به خاطر اینکه واقعا شهریه دانشگاه‌ها خیلی کم هست. مثلا میگم شما با سال 1500 2000 تا داری چیکار میکنی؟ مثلا رشته پزشکی میخونی، مثلا رشته داروسازی داری میخونی، یا خیلی رشته‌های دیگه، حالا این شهری ها همینه. ولی میخوام بهتون بگم این مبلغی که دارم میگم منظورم اینه که مبلغ خیلی پایینیه. ولی اگر مثلا همین رو برین توی دانشگاه خصوصی بخونی، شهری دانشگاه خصوصی معمولا بسته به رشته ها برای دندون و دارو و پزشکی حدوداً از مثلا 12 13 هزار تا استارت میخوره، میره تا 22000 23000 به صورت سالیانه. خب این خیلی تفاوت وجود داره دیگه، که مثلا شما 2000 تا بدی یا بیای مثلا 17000 تا بدی، یهو تفاوت 15000 تایی توی سال برات ایجاد میکنه. و خب بچه‌ام که دارن از ایران میان، با توجه به نرخ یورو و اینقدر همه چی دارن هوسان میکنه، خب شاید سخت باشه واقعا ساپورتش از طریق خانواده ها. و این نکته هم بهتون بگم، چون که شما در دوره کالج اجازه کار ندارید، خب یعنی نه توی کالج زبان نه توی کالج سلکتد دوره کالج اجازه کار براش وجود نداره. ولی وقتی که وارد دانشگاه میشید به عنوان دانشجو و دیگه حالا وارد یه رشته شدید و اپلای کردین وارد دانشگاه شدین، دیگه 30 ساعت در هفته اجازه کار دارید که حالا میتونید برای کار دانشجویی اپلای کنید یا کار پارت تایم بیرون از دانشگاه، یا خیلی وقتا مثلا توی دانشگاه یه سری کار دانشجویی اعلام میکنن، از طریق اونها رو هم میتونید اپلای بکنید. پس
من یه جنبندی کلی براتون داشته باشم که بتونیم این ویدیو رو تمام کنیم. شما هم هر سوالی که دارید زیر پست بپرسید، زیر در واقع همین ویدیو از من بپرسید، من به تمام سوالاتتون پاسخ خواهم داد. و این نکته رو هم اضافه کنم براتون که اگر نیاز به مشاوره دارید برای اینکه خودتون اپلای بکنید و حالا نیاز به مشاوره تخصصی برای شرایط خودتون دارین و همچنین اگر میخواین که این مسیر اپلای رو از طریق من اقدام بکنید و من توی این مسیر کمکتون کنم که شما برای حالا کالج ها اپلای بکنید، حالا چه کالج های زبان چه کالج های سلکتیوی داد، میتونید آدرس اینستاگراممو گذاشتم بالای صفحه. خب خیلی هم که کلا اصلا اینستاگرام منو دارن، اونهایی که از طریق یوتیوب به من جوین شدن و کانال منو پیدا کردن میتونن توی اینستاگرام با من در ارتباط باشن و هم میتونن وقت مشاوره بگیرن و هم که میتونیم با هم دیگه پروسه پذیرششون رو ببریم جلو. و همین. پس یه جنبندی کلی که بهتون بکنم، کالج‌های زبان و کالج‌های سلکتیو کلا بحثشون متفاوت هست. شما باید ببینید دنبال چی هستین و برای همون کالج اقدام بکنید. ولی دقت کنید که اگر هدفتون هست که بیاین اینجا کنکور بدین، خب کالج‌های سلکتیو میتونه گزینه بهتری برای شما باشه که حداقل توی همون بازه زمانی که دارید اینجا درس میخونید و حالا زبان یاد میگیرید، در کنارش دروس تخصصیتون رو هم یاد میگیرید. کنکور اسپانیا کنکور خیلی سختی نیست، در واقع یه سری متد داره، یه سری تست ها و یه سری حالا سوالاتشه که اونها رو میتونید کار بکنید و بین 4 تا 6 تا درس تخصصی دارید و همین. حالا اون روزهاش هم که بهتون گفتم که معمولا یا هر درس تخصصی توی یک روز امتحان گرفته میشه یا اینکه مثلا 2 تا درس تخصصی رو توی یک روز میتونید امتحان بدید. خوشحالم که تا اینجا همراه من بودید و میتونید توی کامنت ها با من در ارتباط باشین و هر سوالی که دارید بپرسید و ممنونم که ویدیو رو لایک میکنید، به خاطر اینکه واقعا برای تولید محتوا من اینجا زمان میذارم و لایک کردن شما میتونه بهترین کمک و حمایت به من باشه اینجا برای ساختن ویدیوهای بیشتر، بهتر و مفیدتر. ممنون. روز خیلی خیلی خوبی داشته باشین. خدا نگهدار همگیتون.